مسئولین مأموریتی ریاست جمهوری تاجیکستان به تفاوت پیام و حسابات نرفتند و کوششی درباره همه چیز گفتند به واسطه پرزیدنت تاجیکستان این خوب نیست، چون زمان پیام باید محدود باشد و موافق مقصد می بود که به دو سه مسئله های مبرم سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان متوجه شده راه و واسطه های حل مشکلی و مسئله ها را جهت بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم، جلب سرمایه خارجی داخلی به اقتصادیات ملی و واقعاً بالاتر رفتن اعتبار بین المللی تاجیکستان و تغییر افکار بین المللی نسبت روندهای تاجیکستان میشد. اما باعث تأسف است که در این خصوص چیزی نشد و درباره کروپسیا اشاره شد، اما طبیعت کروپسیا، عامل‌ها، شرط‌ها و ویژگی‌های کروپسیا همچون پدیده و ظهورات منفی که باعث خللدار گردیدن محیط اقتصادی در تاجیکستان می شود نامبر نشد و همزمان وقت‌های آخر وضعیت در فضای اطلاعاتی، نشریه ها، واسطه های اخبار عامی و محیط سیاسی جهت فعالیت احزاب نیز باعث نگرانی دایره های معینی عامل های بیرونی گردیده است که در تشکل افکار مثبت بین المللی تأثیر منفی می رساند و یکی از شرط ها و عامل های بوده است که در جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان همچون شرط اساسی پذیرفته شده است. ولی وقتی که در یک پیام کوشش زیاده از 2 ساعت صحبت کردن و در شکل حسابات آن را بررسی کردن میشد، ثمرناکیش نچندان خوب میشد و شهروندان به مضمون و ماهیت آن صرفا نمی روند.